آخ از این پشه‌های میرم. خسرو کباب که برای ما نگرفتی، حداقل یه قوطی پیف پاف بگیر که این پشه‌ها منو تو اتاق کباب کردن بابا. آخ اسمش آوردم باز عوض کردم. آقا جون به خاطر نشستن کنار لامپه. من نمیدونم پشه ها قبل از اینکه لامپ اختراع بشه دور چی جمع میشدن. خب برنم اونجا. خطبه خوندن اونجا؟ کیا؟ خطبه چیه آقا جون؟ خاندایی پشه ها رو میگه. پشه ها رو ول کن کامبیز، اون خبرترین رو بخون که حوصله‌ام سر رفت. خب زیرشو بکش پایین. زیر چی رو؟ سماور که سر رفت. سماور چیه آقا جون؟ گفتم حوصله‌ام سر رفت، خبرترین رو بخون. اصلا نمیشه شما نشنیده بگیرید؟ نشتی چیه بگیرم؟ ای وای خدا. آقا جو مجبور خاندایی اینه که من خبرترین رو بخونم. خب بلند صحبت کنه آدم بشنوه. کامیز جان بخون ببینم چه خبره بابا. الان میخونم. شاخدارترین دروغ هفته، روحانی گفت ما الان صادر کننده کیت تشخیص کرونا هستیم. نیم ساعت بعد مدیر کل گمرک گفت کیت های تشخیص کرونا از فرانسه وارد ایران شد. آدم حرفای اینا رو که میشنوه مغزشو باید بفرسته آچار کشی. احتمالاً اون در قابلمه های پاستا سلامی رو میخوان صادر کنن که شاید یک کشور جز زباله های کرونایی معدومش کنه. خاندایی چطوره که اینا همزمان 2 حرف مخالف هم منتشر میکنن؟ دایی کامبیز دست خودشون نیست. وقتی فی‌البداهه دروغ میگن دیگه نمیرسن هماهنگ کنن، نه یادشون میمونه که چی رو باید هماهنگ کنن. یعنی اگه کشور رو اکبر آقا بقال سر کوچه اداره میکرد والا کنترلش از کل یاخوندا بیشتر بود. خاندایی یه خبر جالب دیگه. سخنگوی وزارت بهداشت گفت شاهد نزول تدریجی کرونا هستیم. همزمان معاون وزارت بهداشت گفت کرونا با شیب ملایم رو به افزایش کرد. هیچی دایی دیگه، تا حالا اینقدر تو زندگیم قانع نشده بودم. 1000 ماشاءالله اینا یه سور به خرم زدن. یعنی نیم ساعت نزول میکنیم بعد نیم ساعت صعود میکنیم. مگه جدول لالیگاست؟ احسن درسته. حسن تو اداره پسته؟ مگه کارمند بانک نبود؟ کامبیز برس به داده دایی، خودت بهش بگو من که رفتم. ای وای خسرو کجا داری میریم؟ داشتیم تازه گرم میگرفتیم بابا. خسرو پیفام چی شد من؟